طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت سوغ و فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان درباره تشکیل استراحت تابستانه کودکان و نورسان در سال 2025 باید تا سنه 1 ایون کارهای ساختمانی، تعمیر، مجهزگردانی بناها، کبودزارکنی و نهالشینانی در همه استراحتگاه‌های بیرون از شهری، ورزشی و سالمگردانی به انجام رسانیده شود. در موسم امسال در استراحتگاه مرکزی سالمگردانی سوخت واقع در ناحیه باباجان غفوروف با استراحت و فراغت فرا گرفتن بیش از 800 نفر کودکان و نورسان، خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی از جمله فرزندان آموزگاران، فرزندان عائله‌های کم‌بضاعت، بپرستاران و خوانندگان بالاوقات به نقشه گرفته شده است. با مقصدی در سطح بلند گذراندن موسم امسال در استراحتگاه مذکور از طرف شورای اتفاقی کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تدبیرهای ضروری اندیشیده شده ایستاده است. برای حجره‌های استراحتی امسال صدکتی خوابی مجهز با کورپای بالین خریداری گردیده حجره‌ها تعمیر کرده شدند. آشخانه، اتاق‌های محفل‌ها، حمام، مجلسگاه و حدود استراحتگاه از تعمیر جاری برآورده شده. اتاق‌ها با در و تریزه‌های زمانوی مجهز گردانیده شدند. همچنین 110 متر مربع راهروهای حدود استراحتگاه پورا منفرش کرده می‌شوند. این اقدام با مقصدی در سطح بلند با استراحت و فراغت فرا گرفتن کودکان و نورسان می باشد. مورد به ذکر است که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای استراحت و فراغت و تعلیم و تربیت کودکان و نورسان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود، زیرا کودکان و نورسان آینده دولت و ملت به حساب می روند. رهبریت و مسئولین شورای اتفاقی کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت در نقشه دارند کارهای تعمیری را در مهلت معین شده به انجام رسانیده آسایشگاه را به موسم امسال پورا آماده نمایند و کودکان و نورسان در شرایط خوب و معاصر با استراحت و فراغت فرا گرفته شوند.